ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه امامان وهابی شیعه. همونطوری که میدونید در این برنامه ثابت کردیم و خواهیم کرد که ائمه بزرگوار اهل بیت سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا زین العابدین و همه بزرگواران که از فرزندان این عزیزان هستند و به عنوان امامان شیعه امروز در بین شیعیان مطرح هستند، اینها امامان بزرگوار اهل سنت و مسلمانان واقعی هستند و عقیده محمد ابن عبدالوهاب که امروز به نام مؤسس مذهب وهابیت در بین تعدادی از اهل سنت که فریب شیعیان را خوردن و در بین شیعیان و روافض مطرح هست، همان عقیده ای رو داشته که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و فرزندان بزرگوارش داشتن. در برنامه امروز هم مثل همیشه در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب. در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت جناب علی خواهم بود. سلامت باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز میخوایم در مورد یکی از مسائل خیلی مهمی که واقعا شاید به عنوان یکی از بزرگترین فرقهایی که بین شیعیان و اهل سنت و یا به قول آخوندهای رافضی وهابیان وجود داره صحبت بکنیم. قضیه سفر برای زیارت قبور است. در کتاب توحید، این کتابی که شما اینجا میبینید در نسخه‌ای که چاپ شده و به زبان فارسی هم هست و به زبانهای مختلف دنیا میتونید این کتاب رو دریافت بکنید. عزیزانی که این کتاب رو ندارن میتونن ایمیلی بزنن به کتابخانه وصال حق، book@wasalhaq.tv. انشاءالله نسخه فارسی این کتاب رو ما خدمت شما عزیزان از طریق ایمیل ارسال میکنیم. در این کتاب در باب 22، در بعضی از نسخه باب 21 هست چون مقدمه رو یک باب حساب کردن و در اکثر نسخه‌ای که چاپ شده باب 22 است. در این کتاب بابی هست در مورد پاسداری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مرزهای توحید و مسدود کردن تمامی راههای منجر به شرک. در مورد اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بین قومی فرستاده شدند که این قوم به الله سبحانه و تعالی اعتقاد داشتن، میدونستن که خالق و رازق و همه صاحب اختیار همه کائنات الله سبحانه و تعالی است، فقط مشکلشون این بود که در عبادت بت‌ها رو شریک الله سبحانه و تعالی قرار میدادن. رسول الله صلی الله علیه با همینایی که به الله یکتا هم ایمان داشتن و در وقت شدائد و سختی ها و مشکلات خالصانه الله سبحانه و تعالی را میخواستن، با همینها مبارزه کردن، جهاد کردن و اینها رو دعوت کردن به اسلام واقعی، به توحید واقعی که در دین مبین اسلام ذکر شده. ما قابل ذکر است که در
همه قسمت های مطلب رو ذکر کردم که از موقعی که این برنامه شروع شده ما از اول سال هجری قمری حدود 2 ماه تقریبا برای مراجع شیعه 3 تن از بزرگان اینها که بیشترین کتاب ها و مقالات و برنامه ها رو بر علیه مسلمانان واقعی داشتند به نام وهابیت، میخواستن اسلام و علمای اسلام و ادگران توحید یکتاپرستی رو بدنام بکنن، فرستادیم و از اونها درخواست کردیم که از ابواب کتاب توحید 3 بابی که بیشترین تناقض و مخالفت رو با عقیده اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره انتخاب بکنن و در این مورد صحبت و گفتگوی صورت بگیره که از بین همه اینها یکی از شاگردان نجم الدین طبسی، آیت الله نجم الدین طبسی پیامی فرستاده بود که در هفته گذشته جواب دادیم و این آخوندم جرئت نکرد که به این درخواست ما لبیک بگه و در مورد این موضوعات صحبت بکنه. به هر صورت من تصویر این پیام ها رو که فرستاده شده فقط خدمت شما عزیزان نشون میدم، چون این پیام ها زیاد خونده شده و نمیخوایم که بیشتر از این وقت برنامه رو بگیره. این تصویر پیامی است که به آیت الله ناصر مکارم شیرازی فرستاده شده و مثل همین پیام به بقیه مراجع شیعه هم ارسال گردیده که متاسفانه تا حالا نتونستن جوابی بدن. تنها چیزی که ما از اینا خواستیم، گفتیم که حداقل 3 باب از کتاب توحید رو انتخاب کنن که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد و یک روایت هایی که انتخاب میکنن صریح، صحیح و بی‌معارض باشد که متاسفانه یا خوشبختانه تا هنوز نتونستن به این تحدی و به این پیامی که از 2 ماه به این طرف ارسال شده به این آقایون جواب بدن. جناب استاد ما در خدمت شما است. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سر تبسم شما جناب استاد در بیاد یک داستانی افتادم که حرف حق گفتند که پاسخ نداره. میگویند که یک بنده خدای مادر پیر خودش رو روی کوله خودش گرفته بود و دور برای کعبه طواف میداد مادرشو. پیر زالی بود دیگه. در وسط طواف یک کسی بهش گفت که اینو چرا رو کوله خودش گذاشتی و طوافش میدی؟ گفت مادرم، این مادر خیلی حق داره. و گفت که پدرت چی؟ گفت پدرم فوت کرده، خدا رحمتش بکنه. گفت که به نظر من از این که آوردیش برای حج اینجا رو کولت گذاشتی طوافش میدی، برایش یک شوهری پیدا بکن، به ازدواجش بده، یک شوهری براش پیدا بکن. بنده خدا ناراحت شد که من میگه مادرم هست پیره، من میگه که برم برای شوهر پیدا بکنم. مادرم متوجه شد که درگیری به وجود اومده و خلاصه سر و صدایی هست. به روی از پشت پسره که بود روی شانهش دست زد، گفت که پسرم حرف حق جواب نداره و سکوت کن بهتر از این هست. نمیدونم شاید آقایون به همین نتیجه رسیدند که حرف حق جواب نداره، تا حالا جواب ندادن، اما امیدوار هستم که انشاءالله جوابی حق و حقیقت اون چیزی رو که بینهم و بین الله حق باشه و اونها رو بری و ذمه بکنه در دنیا و در آخرت، انشاءالله که پاسخی رو بدن. در مورد موضوعات کتاب توحید، مطالبی رو که قبلا چند بابی رو که مطرح کردیم، ما روی ابوابی یعنی تمرکز کردیم و شروع کردیم این مباحث این برنامه رو که بیشتر آقایون علمای شیعه و مراجع شیعه روی اونها حساسیتی رو نشون دادن و بارها عرض کردم که بیشترین حساسیت روی این مسائل بله این مسائل هست، وگرنه کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب توحیدی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده و به خاطر همین هم سوال کردیم از مراجع شیعه که بیایند و تفاوتی رو که توحید محمد ابن عبدالوهاب با توحید ائمه داره، با توحید رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، برای ما معرفی بکنند که تا حالا چیزی رو معرفی نکردن و واقعیت این است که هیچ گونه تفاوتی رو نداره.
حرفه هایی رو که محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در باب توحید و رد شرک گفتند دقیقاً همان حرفه هایی هست که امامان اهل بیت رسول الله و امامان شیعه این حرفه ها رو زدن و عقیده مسلم و مشترک تمام مسلمانان اهل سنت و جماعت هست و حرف حقی و پاسخی هم نداره و فکر نکنم که پاسخی رو بدن، چون که پاسخ نداره اصلا، به جز این که بله کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب عقیده صحیح و صریح و مسلم امامان شیعه هست. جواب واقعی و حقیقیش این هست. غیر از این را به هیچ عنوان تا 1000 سال دیگه اگر شیعه مراجع شیعه هم عمر بکنن نمیتونند که خلاف این را ثابت بکنن. به هر صورت بحث زیارت قبور هست و موضوع سفر کردن برای زیارت قبور که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در این باب اشاره به این موضوع در واقع کردن. اما قبل از این که من به مطالبی که در این باب ذکر شده بپردازم، یه مقدمی رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. یکی از مشکلات اساسی که علمای شیعه و مراجع شیعه در نقد وهابیت به قول خودشون دارن این است که کلیگویی میکنند. موردی را که محل نزاع هست اینو تفکیک نمی کنند از بقیه موارد، زیرا که در هر زمینه و در هر مسئله ما یک سری مواردی رو داریم که متفق علیه هست بین تمام اهل سنت و بین اهل سنت و شیعه، اینها که جای بحثی ندارد. صرفاً باید محل نزاع کدام هست، در کدام بخش از مسائل مطرح شده و از موضوع ما با هم دیگر اختلاف نظر داریم دقیقاً بر اون انگشت بگذاریم و جوابی که میدهیم یا دلایلی رو که بیان میکنیم دقیقاً در همون مورد خاص باشه. شیعه متاسفانه در نقد وهابیت این گونه نیست. اومدن به صورت کلی وقتی که این مسئله رو مطرح میکنن وهابیت با زیارت قبور مخالفند. این جمله وهابیت زیارت قبور را شرک میدانند اما اهل سنت قبول دارند، در صورتی که این حرفش 100% اشتباه است. هیچ کدام از ائمه اهل سنت و الجماعت و از ائمه وهابیتی که آقایون ادعا میکنند نگفتند که زیارت قبور معصیت هست، نگفتند که زیارت قبور حرام هست، بلکه حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در ردی که بر اخنایی دارن میگوید که به اجماع امت زیارت قبور مستحب هست. به اجماع امت زیارت قبور مستحب هست. جناب استاد الان کسی اومد طوری که اینا تهمت میزنن بگه که اصلا ما زیارت قبور رو قبول نداریم و این زیارت قبور کفر و شرک هست، این انسان در حقیقت خودش رو به سرحد کفر و شرک رسونده، چون که حدیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داره رد میکنه. قطعا یعنی رد کردن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماعی که در این زمینه صورت گرفته بر اساس قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که دیده و دانسته بدون تعویل این رو رد بکنه در واقع کفر هست، فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به خاطر این من عرض کردم که زیارت قبور از دیدگاه اهل سنت و الجماعت مسنون هست، نه واجب هست نه فرضه، واجب یا فرض نیست. این گونه نیست اگر کسی برای زیارت قبرستان، قبر هر کسی که باشه، چه خویشاوندانش باشند، پدر و مادرش باشند، یا پیامبر صلی الله علیه وسلم باشه، فلان امام باشه، استادش باشه، هر کسی که باشه، به صورت کلی زیارت قبور مسنون هست به شرطی که همراه با یک معصیت نباشد، منجر به یک معصیت دیگر نباشد که نمونهش رو خدمت انشاءالله عرض خواهم کرد. به اجماع اهل سنت و الجماعت مسنون هست، مجاز هست، جایز هست، مستحبه، مگر در صورتی که در واقع منجر به یک کار حرام گردد یا همراه یک کار حرامی در واقع بشود. ما میدونیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در ابتدای اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند از زیارت قبور. این روایت رو هم شیعه دارن هم اهل سنت و الجماعت دارن. در صحیح بخاری در صحیح مسلم اومده و در کتاب‌های شیعه در وسائل شیعه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، من قبلا شما رو از زیارت قبور منع کرده بودم، الان بروید زیارت قبر رو انجام بدهید. خب چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم زیارت قبور رو منع کردند؟ فلسفهش چی بود؟
مگر مسلمانان صدر اسلام هنگام زیارت قبور چه کارهایی رو انجام میدادند که رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمودند؟ حتما یک سری کارهایی بوده که زیارت قبور همراه با اون کارها انجام می گرفته. بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم از اصل زیارت قبور منع کردن تا اینکه مردم توحیدشون و عقیدهشون پخته بشود و بعد از این در واقع اجازه دادن. اگر زیارت قبور همراه با معصیت باشد، معصیت هست. زیارت قبور اگر همراه با معصیت باشد، قطعا معصیت، چون زیارت قبری با این کیفیت جایز نیست. نمونهش فرض کنیم که زیارت امام رضا که در ایران خودمون هست، یک فردی از تهران یا از هر شهر دیگری حرکت می کند، بار سفر را می بندد به نیت این که برود در قبر امام رضا دزدی بکند، سرقت بکند. حکمش چیه؟ عبادتی رو انجام داده؟ نه. کسی سفر می کند به فلان جای، فلان قبر فلان امام برود برای چشم چرانی، برای زنا، برای اینکه به قول خودشون صیغه بکند، برای سرقت رفته، برای موارد دیگر از این قبیل رفته. آیا این زیارت شرعی هست؟ قطعا نیست. اگر کسی برود سر قبر یک امامی، پیری، پیغمبری، برود در اونجا کاری خلاف شریعت انجام بدهد، فرض کنیم که رو به طرف قبر نماز بخواند، بله، یا قبر را طواف بکند، یا اینکه فرض کنیم که در اونجا ذبح بکند، یا در اونجا برود استلام بکند، یعنی ببوسد، مانند این که حجر اسود را میبوسند و استلام میکنند، سجده بکند، موارد دیگری که از این قبیل عبادات شمرده میشوند، صرفاً به خاطر این میرود که این عبادات رو در اونجا انجام بدهد، این همرش هم منهی عنه هست و کارش حرام هست. پس بنابراین اگر زیارت یک زیارت مسنون باشد، پیراسته و خالی از معصیت ها و گناه ها و انگیزه های حرام باشد، مسنون هست، مستحب به اجماع مسلمانان. یک نوع عبادت هم محسوب میشه. یک نوع قطعا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادند و ما معتقدیم که مسنون هست، امر شده از جانب رسول الله، یک نوع عبادت در واقع انسان در مقابلش اجر میگیره. قطعا هم اجر میگیرد و هم این که برکات معنوی دیگری رو هم دارد و خود این انجام دادن دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نوع عبادت شمرده میشه. حالا در عبادت میتونیم بگیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه نماز خوندن، طریقه روزه گرفتن، اینا رو به ما یاد دادن. زیارت قبر هم طریقه صحیح و درست و سنتش رو به ما یاد دادن. پس ما باید این عبادت رو طبق اون روشی انجام بدیم، چون یکی شروط عبادت همین است که طبق فرموده الله و رسول. دقیقاً این مطلبی هست که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در مورد زیارت قبر می‌فرمایند. درست. که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روش مشخصی رو به ما اجازه دادند، مشخص کردند، خودشون انجام دادند، در زمان ایشون صحابه انجام میدادند، توصیه کردند صحابه را که این گونه زیارت قبر بروید. اگر این گونه رفتیم سنت هست، بر دستور رسول الله عمل کردیم، هیچ کسی هم نمیتواند که بر کار ما خورده و ایرادی بگیرد. اما اگر مرتکب کاری شدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن نهی کرده بودند، در این صورت ما دستور پیامبر رو در واقع انجام ندادیم، بلکه مخالفت کردیم با دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. برگردیم جناب استاد به قضیه فلسفه و حکمت این که چرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در شروع مگر مشرکین چیکار میکردن در قبرستان؟ خب ما به صورت کلی بیایم مواردی رو که ممکن هست یک انسان سر قبر انجام بده که قبلا انجام میدادن و امروزه هم مسلمانانی به نام اظهار ارادت به صاحب قبر انجام میدهند. چه کارهایی بودن؟ مگر مشرکین در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چه کاری رو بر سر قبر انجام میدادند که امروزه بر سر قبور ائمه انجام نمیگیرد؟ به عنوان اظهار ارادت برای ائمه و اظهار تقرب به الله انجام نمیدهند. خب یا این هست که خودشونو به خاک میمالیدند، میغلطیدند کنار قبر. خب امروزه بعضی این کارها رو انجام میدهند. این هست که بر روی قبر سجده میکردند، امروزه این کارها رو انجام میدن. طواف میکردند، امروزه این کارها رو انجام میدهند. یا اینکه بر قبرها ذبح میکردند،
نذر میکردن، میبردن حیوانات رو در اونجا در واقع میکشتند که امروزه همین کارها رو انجام میدهند. من نمیتونم تصور بکنم یک کاری را که مشرکان زمان رسول الله یا مسلمانان صدر اسلام به خاطر ناآگاهی آن کار را در زیارت قبور انجام میدادند که امروزه مدعیان محبت اهل بیت و محبت امامان شیعه اون کار را انجام ندهند. تمامی اون کارها را به عنوان اظهار ارادت و اظهار محبت به اهل بیت در واقع دارند انجام میدهند که انشاءالله به صورت مفصلتر به این قضیه خواهم پرداخت. در مورد این که زیارت ابتدا منهی عنه بوده در ابتدای اسلام، در این هیچ گونه شکی وجود ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردند از زیارت قبور. به طور مثال در کتاب‌های اهل سنت هم عرض کردم اومده و در کتاب‌های شیعه هم این موارد ذکر شده، در کتاب وسائل شیعه اومده و چون که یک امر متفق علیه هست من خود کتاب وسائل شیعه رو نیاوردم، صرفاً که از کتاب صحیح مسلم خدمت بینندگان عزیز من نمایش میدم. در کتاب صحیح مسلم و روایت 977 هست، در کتاب الجنایز هست و در باب 36 باب استئذان النبی صلی الله علیه و سلم ربه عز وجل فی زیارت قبر امه، که در این مورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال اجازه خواستند که ایشون به زیارت قبر مادرشون بروند. در این روایت اومده که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی و استأذنت ان ازور قبرها فأذن لی. از الله متعال خواستم به من اجازه بده که طلب مغفرت بکنم، اجازه نفرموده و اجازه خواستم که بروم به زیارت قبر مادرم و این اجازه رو به من داده شد. و همچنین در روایت بعدی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند، یعنی وقتی که الله متعال اجازه دادند. خود این که رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه خواستند برای زیارت قبر، یعنی این که زیارت قبر ممنوع بوده. و جالب این است که راوی این روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که در خیبر ایمان آورده، یعنی این روایات صدر اسلام نیست، در ابتدای هجرت نیست. وقتی که رفتن به زیارت قبر مادرشون در اونجا گریستند و حتی صحابه هم گریه کردند در اونجا، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی و استأذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی. اجازه خواستم که به زیارت قبر مادرم بروم، این اجازه به من داده شد. و در ادامه فرمودند فزوروا القبور فانها تذکر الموت. فزوروا القبور فانها تذکر الموت. دستور دادند که شما هم به زیارت قبرستان بروید. چرا به زیارت قبرستان بروید؟ برای اینکه خودتون رو به خاک قبرستان بمالید، برای اینکه بروید در اونجا سجده بکنید، برای اینکه برید در اونجا نماز بخوانید، در اونجا بروید نذر بدهید، در اونجا برید خاکش رو بر سر صورت خودتون بمالید. نه، چنین چیزی نیست در اسلام. صرفا مشخص فرمودند که فانها تذکر الموت، زیرا که زیارت قبر شما را به یاد آخرت میاندازد. یعنی این که هدف از زیارت قبر این است که خود شما متأثر بشوید، به یاد آخرتتون بیفتید، شاید که در اعمال خودتون، در رفتارتون، در ایمانتون تجدید نظری در واقع داشته باشید. در روایت بعدی صراحتا روایت شده از ابن بریده هست، از پدرش روایت میکند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نهیتکم عن زیارت القبور، من شما را از زیارت قبور منع کرده بودم، نهی کردم که به زیارت قبور نروید. فزوروها، الان بروید زیارت قبر رو انجام بدید، هیچ گونه اشکالی رو ندارد. و در روایت قبلی اشاره کرده بودند تذکر الموت، شما رو به یاد آخرت و یاد مرگ میاندازد. خب تا اینجا هیچ گونه اشکالی وجود نداره که رسول الله صلی الله علیه و سلم قبلا اجازه زیارت قبر نداده بودند و بعد از مدتی که صحابه تربیت شدند اجازه فرمودند که بروید به زیارت قبرستان. چرا؟ فانها تذکر الموت، زیرا که زیارت قبرستان شما رو به آخرتتون میاندازه. خب وقتی که سر قبرستان رفتن چیکار بکنند؟
چه دعایی رو بخوانند، این رو هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. در روایات شیعه و اهل سنت هم در واقع اومده. در روایتی که در اینجا هست در باب قبلی، باب 35، باب ما یقال عند دخول القبور و الدعاء لاهلها، که در این زمینه چه گفته بشود، روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمودند که قولی السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین. وقتی که رفتی برای زیارت قبرستان این دعا رو بخوان که سلام و درود بر اهل این دیار، یعنی بر اهل قبرستان، من المؤمنین و المسلمین، آن دسته ای از اهل قبرستان که مؤمن و مسلمان هستند. و یرحم الله المستقدمین منا و المستأخرین، الله متعال آنها را که در این زمینه یعنی رفتند، یعنی پیش مرگ هستند، قبل از ما وفات کردند، و همچنین مستأخرین را الله متعال رحمت بفرماید. و انا ان شاء الله بكم للاحقون، ما هم به شما در واقع خواهیم رسید و به شما میرسیم. این روایت اول هست. در روایت دوم سلیمان ابن بریده است، پدرش روایت کرده کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمهم اذا خرجوا الى المقابر، رسول الله صلی الله علیه و سلم آموزش میدادند که وقتی که رفتید برای زیارت قبرستان این جمله را بخوانید، فکان قائلهم یقول السلام علی اهل الدیار، سلام بر اهل این منطقه، بر اهل این زمین. و در روایت زهیر اومده السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله للاحقون، ما به شما ملحق خواهیم شد، خواهیم رسید. هیچ کسی در دنیا همیشگی و پاینده نیست. اسأل الله لنا و لکم العافیه، برای خودم و برای شما از الله متعال عافیت میطلبم. این موردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام زیارت قبور تعلیم دادند. نگفتند شما وقتی که سر قبرستان رفتید 1 مرتبه فاتحه رو بخونید، 3 مرتبه قل والله رو بخونید. وجود نداره. وقتی که تعلیم دارن زیارت شرعی را، یعنی هر چیزی که خلاف این باشد خلاف زیارت مسنون هست، خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. نفرمودن شما در اونجا که رفتید قرآن را ختم بکنید، نفرمودن در اونجا رفتید سجده بکنید، نفرمودند که سر و صورتتون رو بر روی قبر بمالید یا بر روی قبر بنشینید، در اونجا حلقه بزنید، قرآن بخوانید، ذبح بکنید یا اینکه عقب بروید. این موردی که امروز ما میبینیم، طواف دور بر قبر و تمام شرکیات و خرافاتی که وجود داره. سگ‌ها به طرف قبر متاسفانه میخزن. یعنی خود خزیدن به طرف قبر، 4 دست و پا رفتن به طرف قبر مثل حیوانات، یا حتی با پای پیاده این رو عبادت شمردن که با پای پیاده به طرف قبر رفتن، تمام اینها جزء بدعت هایی هست که متاسفانه در اسلام ایجاد شده و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ گونه از این مواردی که امروزه جزء زیارت هست و زائران انجام میدن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام نمی گرفته و جزء بدعت ها و خرافات و معصیت ها هست. احیانا بعضیشون در حد یک گناه کوچک هست و بعضیشون در حد شرک به الله متعال هست. و حکم زیارتی که همراه با یک نوع معصیت باشد، حکمش در حد همون معصیت هست. حکمش در حد معصیت هست. فرض کنیم یک فردی می رود برای زیارت قبرستان، در اونجا که می رود صرفاً فرض کنیم که سوره فاتحه رو می خواند و قل والله می خواند، به روح میت می بخشد. این عمل از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. خب برای این فرد ما چی میگوییم؟ که کار خلاف سنتی رو انجام داده، کفری رو مرتکب نشده، شرکی رو مرتکب نشده، یک کار خلاف شرعی رو، خلاف سنتی رو در اینجا انجام داده. خب یک فرد دیگر می رود در اونجا سینه می زند، لباس و گریبان خودش را پاره می کند، با صدای بلند گریه می کند که نشانه نارضایتی از تقدیر الله متعال است. این معصیت هست. این گناه بزرگتری رو انجام داده. یک فرد دیگری می رود بر روی قبر سجده می کند. خب این گناهش دیگه بیشتر از اون هست. یک فردی می رود بر روی قبر از صاحب قبر استمداد می کند، طلب مغفرت می کند، طلب حاجت می کند. این دیگه در حد شرک هست. یعنی طلب حاجت کردن از یک مرده در حد شرک به الله متعال است. نمونه هایی هست در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که به خاطر این گونه موارد رسول الله صلی الله علیه وسلم از زیارت منع کردند. به خاطر این گونه موارد رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کردند و امر به معروف و نهی از منکر کردند. من قبلا عرض کردم که
اگر زیارتی همراه با یک معصیت باشد آن زیارت معصیت هست، زیارت مسنون نیست، بلکه یک نوع زیارت در واقع بدعتی و خلاف شرع رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خب روایت قبلی رو من خدمت شما خوندم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من شما را از زیارت قبر منع کرده بودم، اما الان برای به زیارت قبر بروید. کجا منع کردند رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ مواردش رو عرض خواهم کرد. قبلا عرض کردم که اگر که زیارت قبر همراه با معصیت باشد، این رو انسانهای داعی، انسانهایی که عالم هستند، مراجع تقلید، این گونه موارد رو باید جلوگیری بکنند، همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوگیری کردند. یکی از مواردی که در کتابهای شیعه و سنی آمده این هست که کسی برود بر روی قبر با صدای بلند گریه بکند. اشک ریختن، انسان متاثر می شود وقت زیارت قبری، وقتی که خویش و قومی و عزیزی از دنیا می رود، انسان قطعا متاثر می شود، اشکی از در واقع چشم جاری می شود، یا احیانا ناخواسته صدایی از دهانش برمیاد. این رو الله متعال مؤاخذه نمی کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگامی که فرزندشون ابراهیم در واقع از دنیا رفته بودند، ایشون اشک از چشمانشون جاری شد، اما فرمودند که یا ابراهیم انا لفراقک لمحزونون، ما در فراق شما اندوهگین هستیم، ولکن لا نقول الا ما یرضی الرب، اما کلامی رو که باعث نارضایتی پروردگار بشه ما از زبان خودمون بر نمی آوریم. یکی از مواردی که میگن که یعنی فرق بین وهابیت و بین اهل سنت و شیعیان وجود داره، همین که میگه وهابیا مخالف گریه کردن هستن، یعنی اون گریه‌وزاری که خود اینا در عزاداریاشون انجام میدن، بدعتایی که انجام میدن، وقتی در مورد اونها صحبت بشه میگن ببینید اینا وهابیان، اینا مخالف گریه کردن. در هیچ جایی گریه کردن جز عبادات شمرده نشده مگر در صورتی که گریه کردن به خاطر ترسی از الله متعال باشه. به خاطر الله متعال، ترسی که از الله متعال داره، به خاطر سر نماز، قرائت قرآن، کسی به خاطر الله متعال، ترس از الله متعال گریه بکنه، اشک بریزه، این ثواب داره. همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که چشمی که برای ترس الله سبحانه و تعالی گریه بکنه آتش دوزخ برای روایت هست از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودند که قرآن تلاوت کن تا من گوش بکنم. میگه من شروع کردم به تلاوت قرآن، سرم پایین بود، تلاوت میکردم تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمودند که حسبک، بس دیگه. گفتم من سرم بلند کردم، دیدم که اشک از گناه های رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری است. این گریه عبادت است. اما گریه‌ای که به خاطر از دست دادن یک عزیز هست، یک امر طبیعی هست، یک امر طبیعی هست. به زور خودمون رو به حالت گریه بندازیم، به زور اشک بریزیم، یا مردم رو بگریانیم، مردم رو به گریه بیندازیم، تظاهر بکنیم. اون نمونه هایی که هست در تلویزیون برای ما اینجا پخش کردیم، تظاهر برای گریه کردن برای امام حسین، این اهانت به امام حسین رضی الله تعالی عنه. اصل گریه کردن رو ممنوع هست، نباید گریه بکنیم. اما اگر کسی ناخواسته صدای از اون برآمد، ناخواسته اشکی از اون از چشمش اومد، ما میگیم این اشک شوق، اشک رحمت هست و رسول الله صلی الله علیه و آله این کار رو انجام دادن. اما این که ما گریه رو، داد و فریاد کردن رو، نوحه خواندن رو، سر و صورت رو زدن رو و مثل حیوانات خزیدن و پارس کردن رو عبادت بدونیم، این دیگه در هیچ دینی از ادیان الهی این وجود نداره. 100% خلاف دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. نمونه اش در صحیح مسلم اومده و در کتاب شیعه هم اومده که انشاءالله نمایش خواهم داد. دوستان نمایش بدن. در صحیح مسلم باب 8 هست، در کتاب جنایز، کتاب الجنایز هست، باب 8. در اینجا یک بابی رو دارن با نام باب فی الصبر علی المصیبه عند الصدمه الاولى، که انسان بر مصیبت صبر بکند هنگامی که مصیبت تازه هست، یعنی در همون ابتدای مصیبت هست. در این زمینه روایتی هست از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه که ایشان میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الصبر عند الصدمه الاولى، صبر واقعی همان هنگامی هست که مصیبت تازه هست. بعد از این که یک هفته گذشت و یک سال و 44 ماه میت گذشت، دیگه کسی هم یادش نمیفته. گریه کردن معنی نداره.
اما متاسفانه شیعه باید گریه بکنه. 1400 سال قبل اگر کسی مرده باید گریه بکنه. و به هر صورت یعنی صبر کردن هنگامی هست که مصیبت تازه هست و این اجر داره نزد الله متعال. کسی صبر بکنه، انا لله و انا الیه راجعون بگوید و صبر بکند، قطعا این نزد الله متعال پاداش بسیار بزرگی را دارد که الله متعال پاداش صبر را در روز قیامت به صورت کامل به انسان‌های مسلمان و صابران خواهد داد. در روایت بعدی که از خود حضرت انس رضی الله تعالی عنه، روایت اول رو مختصر کرده، روایت دوم یک مقدار مفصل تر هست و سبب ورودش رو بیان کرده، یعنی سبب ورود این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم که به چه مناسبتی رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف رو در واقع زدن. و مناسبتش این بود ما در قرآن داریم شأن نزول که بدین خاطر این آیه نازل شده و در حدیث داریم سبب ورود، یعنی به انگیزه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث رو فرمودن. در این روایت اومده که انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتا علی امرأة تبکی علی صبی لها، یک زنی فرزندش رو از دست داده بود و رفته بود بر روی قبرش و گریه میکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجا عبور کردند. دیدند که زنی بر روی قبرستان نشسته و در اونجا گریه میکنند. فقال لها اتق الله و اصبری، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که از الله بترس، این گریه و شیون و این بی‌صبری معنی نداره، و اصبری، صبر بکن که الله متعال پاداش شما را خواهد داد. خب در اینجا چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند؟ زیارت قبور که مسنون هست، اما این زن رفته بود در اونجا صرفا برای اینکه گریه بکند بر روی قبر فرزندش. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع فرمودند و گفتند که از الله بترس و صبر بکن. فقالت و ما تبالی بمصیبتی، مصیبت به من رسیده، تو در واقع احساس نداری به مصیبت من. ما تبالی بمصیبتی، تو که مصیبت من رو درک نمی کنی. فلما ذهب، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رد شدند رفتن، قیل لها انه رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردم بهش گفتند که خاک بر سرت، این که رسول الله بود این گونه جوابشو دادی، این شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که این گونه جوابش دادی که تو گرفتار مصیبت من نشدی، حال منو نمیدونی. این پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. فاخذها مثل الموت فاتت بابو، این بسیار ناراحت شد، یعنی دگرگون شد تا سرحد مرگ که من این گونه جسارتی کرده باشم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاتت بابو، رفت منزل رسول الله صلی الله علیه و سلم. فلم تجد علی بابه بوابین، دید که هیچ نه نگهبانی هست و نه گاردی، هیچ چیزی نیست. فقالت یا رسول الله لم اعرف، ببخشید من نشناختم که شما هستی، من گرفتار حال خودم بودم. فقال انما الصبر عند اول صدمه، صبر در هنگام اول مصیبت هست. خب چون که این زن در هنگام زیارت قبر کار نامشروعی را انجام داده بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون ممانعت کردند. یکی از این موارد هست و این روایت در کتاب شیعه هم در واقع آمده، نه تنها روایت اهل سنت نیست. دوستان اینو نمایش بدند، کتاب جامع احادیث شیعه هست، جلد سوم از کتاب جامع احادیث شیعه که تحت اشراف آیت الله عظما حاج حسین طباطبایی بروجردی نوشته شده. و نکنه این وهابی این اضافه کرده باشن در این کتاب؟ بله قطعا تمام روایات شیعه از اضافه شده وهابیون هست، دستشون در نکنه، خدمت بسیار زیادی رو کردن برای شیعه. تمام روایاتی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، امامان شیعه اونها را نقل کردند، اما کسانی که میخواهند که شیعه رو منحرف بکنند از سنت رسول الله و از راه و روش اهل بیت رسول الله اتهام میزنند که این حرفهای وهابیت هست، وگرنه در کتاب خودشون هم وجود داره. خب این هم مشخصات این کتاب هست و در صفحه 691 جلد 12 هست، باب ان الاجر فی المصیبه عند الصدمه الاولى، و باب 12 باب ان الاجر فی المصیبه عند الصدمه الاولى روایت اول هست و در این روایت دقیقاً همین مطلب رو در اینجا بیان می‌فرماد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر علی امرأة و هي تبکی علی ولدها فقال اصبری ایتها المرأة فقال اذهب الى عملك، برو دنبال کارت. فمضى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقیل لها هذا رسول الله صلی الله علیه و آله فاتبعته فقالت یا رسول الله انی لم اعرف فهل لی من اجر فی مصیبتی، این مصیبتی که به من رسیده من پاداشی رو دارم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فقال لها الاجر مع الصدمه الاولى،
در همون ابتدا صبر بکنی این ارزش داره، پاداش داره و در غیر این صورت صبری رو نداره. و روایت بعدی در اینجا دقیق تر هست، یعنی که بر روی قبر هست. در روایت قبلی چنین چیزی نبود. روایت کرده، روایت مستدرک هست از انس ابن مالک ان النبی صلی الله علیه و سلم مر بامرأة تبکی عند قبر ولدها، که رفته بود سر قبر فرزندش، در اونجا گریه میکرد. فقال یا هذه اتق الله واصبری، فقالت و ما تبالی انت بمصیبتی فماذا رسول الله. همون روایتی است در واقع اومده. پس بنابراین یکی از مواردی که زیارت قبر را که مسنون هست اینو تبدیل به بدعت میکند، تبدیل به زیارت غیر مسنون و غیر شرعی میکند، گریه کردن بر روی قبر هست که انسان برود برای اینکه بر قبر عزیز خودش داد و فریاد بکند، نوحه سرایی بکند، یا موارد دیگری رو که هستند انجام بدهد، گریه بکند، یا اینکه مواردی که به طور مثال نمیدونم گلاب بپاشد، یا اینکه قرآن رو در اونجا بگذارد، قرآن بخواند، در اونجا جشن بگیرد. تمام مواردی که امروزه سر قبرستان صورت میگیرد، صرفا زیارت قبر از دیدگاه رسول الله و روایات ایشون این هست که انسان برود اون دعاهایی رو که عرض کردم در سر قبرستان بخواند برای تذکر خودش، برای اینکه خودش عبرت بگیرد و برای میت دعای مغفرت بکند. دعا کردن برای میت، دعای مغفرت و طلب مغفرت بکند برای مرده، این زیارت شرعی هست. و بقیه اعمالی که در هنگام زیارت انجام میگیرند در واقع جز بدعت ها هستند و جز گناه و معصیت هستند. در هر سطحی که گناه و معصیت بیشتر باشد، گناه اون زیارت هم در واقع بیشتر هست و به هر میزانی که شما در هنگام زیارت قبور دچار بدعت و خرافات باشید، به همون اندازه این زیارت قبر شما از راه و روش رسول الله و از مسنون بودن خارج می شود و در دایره بدعت بودن و حرام بودن و احیانا در دایره شرک وارد می شود. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. نکات مهمی که در این برنامه تا الان بهش اشاره شد این است که زیارت قبر سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نوعی عبادت است و افعال اعمالی که ما در عبادت انجام میدهیم باید موافق با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرموده الله متعال باشه. به طور مثال الله سبحانه و تعالی گفته که نماز بخونید، ما میخونیم. گفته 5 مرتبه بخونید، 5 مرتبه میخونیم. الله سبحانه و تعالی نماز ظهر رو 4 رکعت قرار داده، 4 رکعت میخونیم. اما اگر کسی بیاد بگه که والا من به جای 4 رکعت 5 رکعت میخونم، هر انسان مسلمان عاقل شیعه و سنی میگه که تو کار تو اشتباس، بدعت است، خلاف قرآن و سنت است و تو عمل گناهی رو داری انجام میدی و به خاطر این گناهت باید مجازات بشی، چرا که این حدودی است که الله سبحانه و تعالی در عبادت ها تعیین کرده. همچنان در مورد زیارت قبور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما روش صحیح و درست زیارت قبور رو تعیین کرده، همونطور که حضرت مولانا بهش اشاره کردن و ما رو باز داشته از اعمالی که سبب بشه که این عبادت تبدیل بشه به شرک، به بدعت و ما رو برسانه به سرحد کفر. جناب استاد اگر موافق باشید یک میان برنامه ببینیم و دوباره برگردیم خدمت شما. بعد از میان برنامه دوباره با برنامه امامان وهابی شیعه با شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. گریه های زورکی حداقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. این مجاز یه روز به عنایت خدا واقعیت خواهد شد. فرمود انقدر من دوست دارم اشک شما رو که اگه الکی هم گریه کنی من خدا باور میکنم بهت مزد میدم. لا اله الا الله. گریه خوب است، خصوصا گریه زورکی حضرت آقا. ذره شوم
گرد هوایم. برای دوربین هم بد نیست. حداقل هیئت گریه کنندگان رو بگیر، دستتو به چشمت بگذار، به پیشانیت بگذار، یه ذره با این دستت به پاد بزن، یه ذره به سینت بزن، یه ذره به صورتت بزن، یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. البته روی منبر هم خوب جواب میدهد. حجت الاسلام و المسلمین انصاریان سخنان بسیار مهمی ایراد کردند که خلاصه مهمترین قسمت‌های این سخنرانی را برای شما در اینجا پخش می‌کنیم. لازم به توضیح است دیدن این سخنرانی را به کودکان و کسانی که بیماری قلبی دارند توصیه نمی‌کنیم. وی در ادامه افزود: یه ذره کاری کن، حتی الکی گریه کن. تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با برنامه امامان وهابی شیعه در خدمت شما عزیزان هستیم. ما تقریبا حدود 1 ساعت از برنامه گذشته و در اثنای پخش این میان برنامه جناب مولانا اظهار فرمودن که این 1 ساعت مقدمه بوده. حالا نیم ساعت هم مونده به پایان برنامه، نیم ساعت و تقریبا 7 دقیقه. نیم ساعتش هم مال بیننده است، 7 دقیقه هم مال شما. اصل مطلب رو در این 7 دقیقه بفرمایید. انشالله که بینندگان سفارش بنده رو بکنن خدمت شما و وقت رو نصف بکنید. وقت باقی مانده نصفش مال من در خدمت بینندگان خواهم بود و نصفش بینندگان در خدمت شما باشن. جزاکم الله خیر. بله، در باب 21 یا 22 کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه الهام گرفته از همون روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها. من شما رو منع کرده بودم از زیارت قبور، اما الان بروید قبرستان رو زیارت بکنید که شما رو به یاد آخرت میاندازد. و استنباط جالبی که در اینجا حضرت شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دارند، آیه 128 سوره توبه هست که در اینجا آوردن لقد جاءکم رسول من انفسکم. ادامه آیه که الله متعال در واقع اشاره میکنند به این که این رسول از خود شما هست، از جنس خود شما هست و حریص علیکم، بسیار دلسوز شما هست. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم از روی دلسوزی و مهربانی و شفقتی که نسبت به امت داشتند سد ذریعه کردند، یعنی تمام راههایی را که به شرک منجر می شوند اینها را در واقع بستند. یکی از این راهها همین محدود کردن زیارت قبور بوده.
قبلا هم عرض کردن گریه کردن سر قبرستان رو قبلا منع کرده بودن به خاطر اینکه مردم آداب زیارت رو یاد نگرفته بودن. بعد از این که آداب زیارت رو و دعاهای زیارت رو یاد دادن گفتن الان بروید برای زیارت قبر، منتها فلسفهش این است که شما به یاد آخرت بیفتید. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه یکی دیگر از روایاتی رو که شیعه و سنی روایتش کرده در اینجا آورده و از این روایت استدلالاتی رو داره. در این روایت می‌فرماید که عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه هایتون رو قبر نکنید. خانه محل زندگی هست، محل عبادت هست، اما قبر جایی هست که عبادت انسان در اونجا منقطع می شود. ولا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا، قبر مرا میادگاه خودتون قرار ندهید، محل عید نباشه، مانند عید با قبر من برخورد نکنید. ولا تجعلوا قبری عیدا، قبر مرا عید یا عیدگاه و میادگاه خودتون قرار ندهید. و صلوا علی فان صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، هر کجا بودید بر من درود بفرستید، زیرا که صلات شما و سلام شما هر جا که باشید به من خواهد رسید. لازم نیست که برای اینکه به من سلام بدید بر من درود بفرستید رخت سفر رو ببندید و بیایید کنار قبر من و بر من درود بفرستید. نه، این کار رو نکنید. قبر مرا میادگاه خودتون که هی بروید و برگردید به منظور زیارت و سفر بکنید، چون این کاری رو انجام ندهید. هر کجا که هستید بر من درود بفرستید، درود شما سلام شما به من خواهد رسید. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من صلی علی واحدة صلی الله بها علیه عشرا، که هر کسی که بر من یک مرتبه درود بفرستد الله متعال 10 مرتبه بر اون رحمت میفرستد، یا الله متعال رو در نزد خودش، در نزد ملائکه اعلی، در محضر فرشتگان در واقع ذکر خواهد کرد. این یک روایت. این همین روایت در کتاب‌های شیعه هم در واقع آمده، تنها کتاب‌های اهل سنت و الجماعت نیستند. به طور مثال کتاب مستدرک وسائل هست، دوستان نمایش بدن این رو، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تعریف حاج میرزا حسین نوری انتبرسی هست و تحقیق مؤسسه آل بیت علیهم السلام لاحیاء التراث، جلد 3 این کتاب هست. در اینجا یک بابی رو دارن، باب جواز صلات بین القبور علی کراهیت، جایز هست که در میان قبور نماز بخوانید منتها همراه با کراهیت، الا مع تباعد عشرة ذراع، که 10 ذراع از قبر فاصله بگیرن. و در این باب روایتی را آورده که 1:37-40 هست. الشیخ الطوسی فی مجالسی عن المفید، شیخ طوسی در مجالس خود این روایت رو در واقع ذکر کرده از ابراهیم ابن حسن ابن جمهور، از ابی بکر المفید الجرجرایی، عن ابن ابی الدنیا معمر المغربی، عن امیر المؤمنین. این روایت از امیر مؤمنین هست. روایتی که اهل سنت روایت کرده بودند از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بود، اما روایتشی از حضرت امیر المؤمنین هست علیه السلام. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تتخذوا قبری مسجدا ولا بیوتکم قبورا، قبر مرا تبدیل به مسجد نکنید و خانه هایتون را تبدیل به قبر نکنید. و صلوا علی حیث ما کنتم، هر کجا باشید بر من درود بفرستید. فان صلاتکم و سلامکم یبلغنی، که صلات شما، درود و سلام شما به من خواهد رسید. این روایت هست و روایت دیگری در این زمینه هم در واقع ذکر کرده و برخی از این روایات در کتاب بحار الانوار هم در واقع ذکر شده. در کتاب بحار الانوار هست و جلد 79 این کتاب هست. روایت دیگری را آورده از کنز کراجکی، در اینجا آورده بازم از حضرت امیر المؤمنین قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لا تتخذوا قبری عیدا، همون روایتی که نزد اهل سنت هست که در اون روایت لفظ عید نبود، اما در اینجا دقیقاً همون هست. لا تتخذوا قبری عیدا، قبر مرا تبدیل به عید یا میادگاه، محل عید، محل اجتماع قرار ندهید. ولا تتخذوا قبورکم مساجد ولا بیوتکم قبورا الخبر،
و بعدش همون روایتی رو آورده که از مجالس شیخ هست، از مفید هست که خدمت بینندگان عزیز من این رو نمایش دادم. خب این روایت اول هست که هم در کتابای شیعه اومده و هم در کتابای اهل سنت و الجماعت. روایت دیگر در اینجا هست از علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه، علی ابن حسین امام زین العابدین، انه رأى رجلا یجیء الی فرجة کانت عند قبر النبی صلی الله علیه و سلم. امام زین العابدین دیدم یک فردی هی میرود در کنار فرجه و پنجره‌ای که باز بود کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، فیدخل فیها فیدعو، میرفت در اونجا دعا میکرد. فنهاه، امام زین العابدین منع کردند این کار رو انجام نده. عجب وهابی بودن. رئیس امام وهابی هست امام زین العابدین و همچنین پدرش، فرزندانش همه وهابی بودن. و قال الا احدثكم حدیثا سمعته من ابي عن جدی، آیا من روایتی رو برای شما بیان نکنم که من از پدرم از جد خودم شنیدم؟ حدیث طلایی. بله، پدرش خودش از پدرش و پدرش از جدش، که روایتی که قبلا نشون دادم آقای توسی نقل کرده بود از امیرالمومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی. دقیقاً همین روایت است، من ابی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تتخذوا قبری عیدا، قبر ما را تبدیل به عید نکنید، میعادگاهتان نباشد. ولا بیوتکم قبورا و صلوا علی، بر من درود بفرستید. فان تسلیمکم یبلغنی عین کنتم، تسلیم شما، سلام و درود شما هر کجا که باشید این در واقع به من خواهد رسید. رواه فی المختاره، که در المختاره این رو نقل کرده و این روایت در مصنف ابن ابی شیبه اومده و جالب است در مصنف ابن ابی شیبه بعد از این که این روایت رو ذکر کرده بود جلد 2 صفحه 268 یک نقطه خیلی جالبی رو داره و میگه و کان ولکن الشیعة الامامیه و بعض المتصوف بنوا المساجد في قبور الصالحين وهم ينذرون لها النذور ويشدون إليها الرحال. میگه بعضی از شیعه های امامی و بعضی از صوفی ها سر قبرها مساجدی رو ساختن، بنایی رو ساختن که نظر و نیاز میکنن در اونجا و رخت سفر رو میبندن، برای زیارتشون میروند که این کار در واقع خلافی هست که در واقع در شریعت اسلامی نبوده. الان در این باب دو روایت رو در اینجا ذکر کرده. این دو روایت هر دوتاشون یکی هستند، یک محتوایی رو میرسونه. یکی از سیدنا ابو هریره هست و دیگری از سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه که امام زین العابدین روایتش کرده و هر دو تا روایت یکی هستن و در کتابای شیعه هم هست. کراجکی آورده و در مستدرک وسائل اومده و قبل از اونها شیخ توسی در واقع در مجالس خودش یا امالی خودش اونگونه که نقل کرده بودند از اون کتاب ها گفتند که آورده و ذکرش کرده. الان شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه از این دو تا روایت چند مسئله رو که دقیقاً 9 نکته رو برداشت کرده. 9 نکته رو در اینجا برداشت کرده که اگر مخالف با این دو تا روایت هستن خب محمد ابن عبدالوهاب اشتباه کرده و روایتی که امامان شیعه امام زین العابدین علی فرمودن در واقع این معنی رو نمیداده. اگر معنیش همین هست و روایت هم موجود در کتاب شیعه سنی پس حرفی نیست، یا محمد ابن عبدالوهاب پیرو امام زین العابدین و سیدنا علی ابن ابی طالب بوده یا این که زین العابدین و علی ابن ابی طالب هم وهابی بودن. میگه فیه مسائل الاولا تفسیر آیت براءت، تفسیر آیه براءت که دلالت بر دلسوزی رسول الله صلی الله علیه و سلم داره. نکته دوم ابعاده امته عن هذا الحما غایت البعد، رسول الله صلی الله علیه و سلم امت خودشون را از این حریم دور نگه داشتند که مبادا مرتکب شرکی بشوند. یعنی حریم توحید را رسول الله صلی الله علیه و سلم حفاظت کردند و مانع گذاشتند تا اینکه امتش دچار شرک نشوند. سوم ذکر حرصه علینا و رأفته و رحمته، مهربانی و شفقت و رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به ما. الرابعه نهیه عن زیارت قبره علی وجه مخصوص، که منع کردن از زیارت قبرشون بر یک وجه مخصوص با یک کیفیت مخصوص. کیفیت مخصوص این لا تجعلوا قبری عیدا، محل عیدتان نباشه، یعنی بر روی قبر من اجتماع نکنید، به سالگرد نگیری، سالگرد وفات و سالگرد نمیدونم ولادت و سالگرد رسالت و بعثت و اینها رو به این جشن نگیرید و سر قبر من جمع نشوید. برای زیارت قبر من لازم نیست که مانند عید بر من عمل بکنید، بر قبر من و مانند عیدگاه جمع بشوید. چه کار بکنید؟ صلوا علیه حیث ما کنتم، هر کجا بودید بر من درود بفرستید. فان صلاتکم تبلغنی،
درود و سلام شما به من خواهد رسید. این میفرماید که نهی عن زیارت قبره علی وجه مخصوص، اگر زیارت قبر همراه با شد رحال باشد، همراه با سفر باشد، میگه این وجه مخصوصی هست که رسول الله از این نهی کردن. اما اگر بدون سفر باشه، یک کسی رفته در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه هست، میخواد بره برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ اشکالی نداره. اگر کسی سفر برود سفر به خاطر نماز در مسجد رسول الله و در کنار اون و همراه اون برود سر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام بدهد، هیچ گونه اشکالی رو ندارد. اما این که فقط و فقط به خاطر سلام دادن و زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر بکنند، این ممنوع هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قبر مرا میادگاه خودتون قرار ندید، هر کجا هستید بر من سلام و درود بفرستید، سلام و درود شما به من میرسد. مع ان زیارته من افضل الاعمال، میگه زیارت رسول الله از افضل اعمال هست. اینو وهابی دی. از اون طرف میگن که وهابیان مخالفند با زیارت قبر پیامبر. در اینجا محمد ابن عبدالوهاب میگه که زیارت قبر رسول الله از افضل اعمال هست، اما به شرطی که از مواردی که رسول الله نهی کردن از اونها باز بیایید. کارهایی که ممنوع از رسول الله ممنوع کردن، اون کارها رو در کنار قبرشون انجام ندید. اهلا و سهلا، زیارت قبر رسول الله افضل اعمال هست. الخامسه النهی عن الاکثار من الزیاره، زیارت رفتن رو ایشون نهی کردن. معنی عید همین هست که عید از عاده یهود هست، یعنی هی بروید و بر بگردید، بروید و بر بگردید، به هر مناسبتی برید بر بگردید برای زیارت، این کار رو نکنید. این رو رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن. و مطلب ششم این که ایشون گفتن در خونه هایتون نماز نفل بخوانید. مطلب هفتم انه متقرر عندهم انه لا یصلى فی المقبره، در کنار قبر نماز خونده نمیشه، که روایتش رو قبلا به صورت مفصل خدمت بینندگان عزیز ما نمایش دادیم. تعلیل ذلك بان صلاه الرجل و سلامه علیه یبلغه و ان بعد فلا حاجت الی ما یتوهمه من اراد القرب. رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا وقتی که فرمودند که قبر مرا میادگاه خودتون قرار ندهید، دلیلش هم گفتن، دلیلش این است زیرا که سلام و درود شما به من میرسد. پس بنابراین لازم نیست که به خاطر سلام دادن به من این همه زحمت و مشقت را در واقع متحمل بشوید. التاسعه کونه صلی الله علیه و سلم فی البرزخ تعرض اعمال امتی فی الصلاه و السلام علیه، که در روایت دیگر اومده که سلام شما و درود شما تبلغنی، در این روایت اومده بود، به من خواهد رسید. یعنی این که اعمال امت و درود و سلام امت به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرضه می شود. اینها مطالبی هست که از این دو روایت شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه استنباط کردند و این دو روایت را همان گونه که ابو هریره نقل کرده در روایات اهل سنت، سیدنا علی و امام زین العابدین در کتاب شیعه همین رو نقل کردند. یا این که محمد بن عبدالوهاب پیرو ائمه اهل بیت، پیرو علی و امام زین العابدین و امام حسین هست، یا این که این بزرگواران هم عقیده محمد بن عبدالوهاب یا به تعبیر امروزی وهابی بود. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. و امامان وهابی شیعه همون عقیده رو داشتن که محمد بن عبدالوهاب در کتاب مهم اعتقادیش که کتاب توحید هست همونا رو بیان کرده با استناد به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جناب استاد مطلب دیگری مونده یا بریم سراغ بینندگان؟ وقت من تمام شد، من سر وعده خودم وقتمو نصف کردم و در خدمت شما و جزاکم الله خیر. از همین لحظه شماره تلفن برنامه زیرنویس میشه و عزیزانی که دوست دارن تماس بگیرن و در مورد موضوعاتی که مطرح کردیم در زیارت قبور از دیدگاه محمد بن عبدالوهاب در کتاب توحید که مستند به کتاب و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و مواردی هم که از کتب شیعه در اینجا ذکر شده، عزیزان سعی کنن فقط در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنن و همچنین دوستانی که میخواند بحث و مباحثه بکنن در موضوعات مختلف در برنامه آن روز که تماس بگیرن و اگر سوالات شرعی دارید از حضرت مولانا در روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ زنگ بزنید. اولین تماس را میگیریم. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری سلام عرض کردیم، حال شما خوبه؟
بله سلام علیکم بفرمایید. سلام خسته نباشید. من صدا رو ندارم در استودیو. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری محترم. سلام ادب دارم مولانای محترم خان انصاری صاحب. ما از مولانا صاحب یک سوال، یک 9 سال میشه 10 سال میشه رکعت نفل میخوانم بعد از 2 رکعت سنتی گفتن. برادر عزیز سوالاتش در روز دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنید. در این برنامه فقط در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید در خدمت شما است. خیلی خوش شدم. تشکر. خدا نگهدارتون. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. آقای انصاری سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال شما خوبه؟ خدمت جناب استاد مولانا سلام عرض می‌کنیم. آقای انصاری که 2 تا سوال خیلی مختصر بود شما عرض کنید. این چیزایی که فرمودید خود بله. آقا محمد، موضوع برنامه قضیه زیارت قبور است و ما اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب و ائمه بزرگوار شیعه رو از کتاب در این رابطه اگر لطف کنید صحبت کنید. باشه. نگاه کنید، این که زیارت قبور میفرمایید که مستحبه، ولی سفر برای زیارت قبور منع شده، میگن که این حرامه. کی میگه؟ این دو تا با هم تناقض داره. بالاخره هر جایی که بخواید برید، مثلا فرض کنید که توی یه شهر بزرگی مثل تهران نیم ساعت کارشونه مثلا از برن تا اونور تا خود مثلا فرض کنید که قبرستان. این دوتا به هم نمیخونه. اگر که زیارت مستحبه، سفرش هم مستحبه، چه اشکالی داره؟ این به هم دیگه رابطه نداره. دومی که به حضور شما عرض کنم که فرمودید که ولا بیوتکم قبورا، این که خود حضرت رسول الله اینا رعایت نکردن، تو خونه خودشون دفن شدن. 2 نفر دیگه هم خلفای اول و دوم هم پلشون بالاخره اینا چیز شدن اونجا دفن شدن، اینا هم رعایت نکردن. اینا در صورت توضیح بدن آقا ببینیم که چه جوریه. دست شما درد نکنه، من زیاد وقت زنده باشید. تشکر شما. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم برنامه. سلامت باشید. انصاری، من 2 تا سوال داشتم. واقعا واجبه و لازمه که جواب بدین. اگر در رابطه با موضوع برنامه هست برادر بزرگوار بفرمایید. البته در مورد استاد در مورد فاتحه هست. فاتحه بعد واسه اموات اینا، یکی هم در مورد این 2 رکعت سنتی که قبل از نماز جمعه خونده میشه. واقعا استاد لازمه که جواب بدین، چون الان در قسم در شهرهای ما سوال اولتون رو جواب میدیم انشالله در مورد فاتحه خوندن در قبرستان، اما سوال دیگر در برنامه پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید. تشکرشون. اونم جواب بدین. بفرمایید. استاد انصاری بفرمایید. این سوال بعدی که عرض کردم، چون واقعا ما مصطلحای ما اینجا روشنگری نمیکنن، از چی ترس یا واقعا نمیدونن. من مثلا واسهشون حدیث میارم در مورد این 2 رکعت که بعد از اذان روز جمعه خونده میشه. میگم اصلا حدیثی نداریم و اثبات هم نرسید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو منزل خودشون حتی این 2 رکعت نماز خونده باشن. در این مورد الان مختصر جوابی بدین، واقعا لطف میکنین استاد. خیلی ممنون میشم. تشکر از شما. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقت شما بخیر. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ احمد از اهواز. احمد از اهواز. آقای انصاری، موضوع برنامه‌تون خیلی بجاست و قابل استفاده است در مورد سفر برای زیارت قبر. بله.
حالا آقای استاد قدوسی در مورد اینکه خودشونو به خاک میزنن و نمیدونم خاک رو سرشون ریزن گفته. ولی ما اصلا بحثمون یه چیز دیگه است. الان ببینید در مورد روایاتی که ما داریم در مورد زیارت قبر، ببینید خب من الان کتاب میخونم، کتاب دفع شبه من شبه و تمرد. بی زحمت اگر اینو داشته باشید ممنون میشم. احمد جان ببین برادر بزرگوار، ما در طول برنامه چندین مرتبه تاکید کردیم که دشمنان وهابیت یا سلفیت یا هر اسمی که میخواید سر ما بگذارید، یعنی اومدن خلط کردن بین پرستش قبر و زیارت قبر. ما در مورد زیارت قبر اینجا صحبت کردیم، گفتیم زیارت قبر مستحب است، عبادت است، اجر داره، پاداش داره. شما الان میخواید بگید که یعنی این اعمال شرک‌آمیزی که در کنار قبر انجام میشه این هم جز زیارت قبر است. برای این حرفتون اگر از کتب ائمه، برادر بزرگوار، اگر از کتب عزیز دل برادر، اگر از کتب شیعه اگر از کتب شیعه دلیلی برای اعمالی که به نظر ما شرک‌آمیز است دارید، لطف کنید یک روایت که قوی ترین روایت باشه انتخاب بکنید، با ذکر مصدر و جلد و صفحه بخونید، چون وقت زیادی نداریم، حدود 14 دقیقه به پایان برنامه مونده و سوالات زیادی است که باید پاسخ داده بشه. آیا انصاری، من اینو میخوام بگم که شما میگید که این اعمال شرک‌آلوده. در طول برنامه مولانا قدوسی فرمودن که گریه با صدای بلند شرکه. درسته؟ همینو گفتن دیگه. کی گفته؟ ببینید خود آقای مولانا قدوسی گفتن احمد جان، اولا ببین احمد جان شما مثل این که به سن پیری رسیدید، این چیزا این عوارض داره. اولا که حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان اسم کاملشون این است. ثانیاً ایشون هرگز نفرمودن که گریه کردن با صدای بلند شرک است. ببینید آقای انصاری، موضوع برنامه‌تون سفر برای زیارت قبره، درسته؟ بله. خب یک روایت بیارید که ائمه اهل بیت گفته باشن که سفر کنید به زیارت قبر. ببینید ما سفر برای زیارت قبر آیا درسته یا صحیحه؟ میشه بفرمایید درسته یا غلطه؟ ببخشید درسته یا غلطه؟ سفر برای زیارت قبر غلطه. خب بله، الان من کتاب میخونم براتون از علمای احل سنت. برادر بزرگوار، آقای محترم احمد جان علمای اهل سنت است، علمای شیعه است، علمای زمینی و آسمانی است. هر کسی که باشه، کسی که در مقابل حرف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرفی زده باشه، میلیون مرتبه غلط کرده. الان شما یک روایت از کتب شیعه از ائمه، شما اگر شیعه هستید از ائمه بزرگوار شیعه یک روایت بیارید که گفته باشن، روایت صحیح و سند بیارید که گفته باشن که یا ایها الناس شما برید به زیارت قبر ما و این اعمال شرک‌آمیز رو انجام بدید. ما روایات زیادی داریم، اما اول من یکشو بخونید. ببینید بله الان من میخونم. خود پیغمبر فرموده من جاءنی زائرا لا تحملوا حاجة الا زیارتی كان حقا علی ان اكون شفیعا له یوم القیامه. این در کتب خود اهل سنت گفته شده. سندش هم میخونم، اجازه بدید. بله این در مورد که این دروغ ما مفصل صحبت میکنیم. آیا از ائمه بزرگوار شیعه هم یک من الان احمد جان یک روایت گفتی کافیه. احمد جان بالفرض محال این روایت درست، بالفرض ما موضوعمون این است که سندشو هنو نگفتم. اجازه بدید سندشو بگم. بفرم. کتابش تألیف محمد بن علی بن عباس المالکی الحسنیه، خادم الحرمین الشریفین. محمد ببینید کتابش، ببینید زیارت النبویه بین البدع و الشرعیه، تألیف سماحة العلامة السيد
بنویس محمد بن علوی بن عباس المالکی الحسنی. خب ببینید یه لحظه اجازه بدید خواهشاً نخندید، خند نزنید. خلاص اجازه بدید. گرفتیم. علوی مالکی معروف است، اینو گرفتیم. غیر از این حالا اونجا میگه عندنا وعند مشايخنا زيارة قبر سيد المرسلين من أعظم القربات وأهم المثوبات وأنجح لنيل الدرجات بل قريبة من الواجبات. بعد میگه سفر هم برای زیارت اشکالی ندارد. ببینید چه ادامه میده، و این کان حصوله بشد الرحال. ببینید شد رحال اینجا برای زیارت پیغمبر قائل شده. این یک. دو، احمد جان یک لحظه ببین، خواهش میکنم برادر عزیز و بزرگوار گوش کن. من از تو حدیث رسول الله میخوام، تو میری روایت علوی مالکی رو میاری. از برای خدا من موندم به چه زبانی با شماها صحبت کنم. برادر عزیزم، برادر بزرگوارم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لا تشد الرحال. علوی مالکی میگه که شد الرحال. بابا جان شما سند این روایت برام بیار. بابا این روایت نیست، حرف صحبت میکنیم. تشکر. احمد جان صحبت میکنیم. احمد جان سر صدا نکن، دوست عزیز سر صدا نکن. احمد جان سر صدا نکن. میگه اجازه بده صحبت کنم. احمد جان آقای محترم سر صدا نکن. شما سوال کردی؟ الان خب مجبورم که کسی که داره اینطوری بربر میکنه صدا تو قطع بکنم. گوش کن، سوال کردی؟ الان جناب مولانا جواب میدن. این آدم بچه خوب سوال میکنه میشینه تا که جواب. من از تو حدیث میخوام از رسول الله، تو رفتی چسبیدی به علوی مالکی. جناب استاد بفرمایید چون که وقت کم هست. از این آخر شروع کنیم. از آخر. بله، آقای حسنی مالکی گفتم که آقایون شیعه همیشه عادت دارند مثل بزرگانشون، کسانی که در رد وهابیت کتاب نوشتن، به جای این که بیان روی کتاب خود محمد ابن عبدالوهاب مطلبی رو نقد بکنن، میرن روی کتاب‌های مخالفین و معاندین و کسانی که مغرض هستند. یکیشون همین آقای حسنی مالکی هست که شما این مطلب را از کتابش خوندید. ما قبلش روایاتی رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردیم که هم شیعه آورده بودند و هم اهل سنت آوردند. هم بزرگان اهل سنت مانند ابو هریره روایتش کرده بودند، هم مانند زین العابدین و امام حسین و سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین روایتش کرده بودند. هیچ گونه غباری بر اون نیست. روایت صحیح معنیش همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قبر مرا میعادگاه خودتون قرار ندهید و برای درود فرستادن، سلام فرستادن بر من لازم نیست که سفر بکنید به قبر من و بیاید. این یک مطلب. شما اشاره کردید که ایشون در کتاب دفع شبه من شبه و تمرد آقای حسنی مالکی روایتی رو ذکر کردن. من انشالله این اولین برنامه هست، نه تنها این یک روایات دیگری رو هم که در این زمینه هست انشالله خدمت بینندگان عزیز من عرض خواهم کرد که چگونه ارزشی رو در این زمینه دارند. شما گفتید که آقای حسنی مالکی گفته که در مذهب ما و بزرگان ما این از افضل قربات هست و جز مستحبات و قریب به واجبات هست. من یک سوالی از شما و از تمام شیعه و تمام کسانی که معتقد به این هستند که زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم قریب به واجبات هست، یک روایت رو، یک قول رو از امام ابو حنیفه، از امام مالک، از امام شافعی، از امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، این حسنی مالکی خودش که در واقع مالکی میدونه، خود امام مالک اصلا لفظ زیارت رو و این برنامه زیارت رو اصلا میدونه که این حرامه. یعنی این جمله زیارت که زرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این جمله رو اصلا نمیپسندند و هیچ کدام از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت نفرمودند که سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم مستحب هست. دقت بکنید، من یک حرف دیگری زدم، شما گفتید که من گفتم که گریه کردن شرک است. دقت بکنید، من یک حرف دیگری زدم، شما گفتید که من گفتم که گریه کردن شرک. الیاذ بالله.
دقیقاً ببینید من چی میگن، این جواب بدید. کدام یک از ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت گفتند که سفر برای زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحب هست، واجب بودنش، فرض بودنش بماند به جای خود؟ کدام یکی گفتند که مستحب است؟ کسی چون این حرفی رو نزده. این آقای حسنی مالکی دروغ میگوید. اگر متقدمینش، مشایخش، یعنی امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، هیچ کدام از اینها این حرف رو نزدن. اگر 4 تا بدعتگرا و مغرض هستند که ما با اون حرفی نداریم، ما دین خودمان را از افرادی مانند حسنی مالکی و مشایخش نمیگیریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم، احادیث صحیحش، اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله و ائمه چهارگانه اهل سنت و الجماعت که اهل سنت به اونها منتسب هستند. این یک مطلب. مطلب دیگر گفتید که روایتی رو ایشون ذکر کردند که هر کسی که به زیارت قبر من بیاد، من در روز قیامت شفیعش میشم. هر کسی که به زیارت من زار قبری وجبت له شفاعتی، یا الفاظ دیگری که این روایت داره. این روایت یک روایت ضعیفی هست، روایتی هست که قابل ارزش نیست. این روایت ضعیفی هست. امام بیهقی اینو در سنن خودش ذکر کردن. روایاتی که ضعیف هست به هیچ عنوان از چنین روایات نمی شود استناد کرد. تمام روایاتی که در باب زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، اینو به عنوان یک قاعده در ذهن داشته باش. تمام روایاتی که درباره فضیلت زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، یا ضعیفند تعدادشون و اکثرشون موضوعند، یعنی روایات جعلی و ساختگی هستند. یا ضعیفند مانند این روایت، یا اکثرشون موضوع و ساختگی هستند که دشمنان اسلام و همین قبرپرستان اونها رو در واقع ایجاد کردند و روایات موضوعی هستند، ساختگی هستند که اهل سنت و الجماعت دقیقاً این موارد رو کاملا در واقع مشخص کردند. حتی یک روایت صحیح یا حسن در میان این روایات وجود ندارد. اما این روایتی رو که به اون اشاره کردید، گفتم که دارقطنی این روایت کرده، این روایت از یک فردی هست به نام موسی ابن هلال. موسی ابن هلال یکی از راویان این روایت هست که یکی از افراد مجهولی هست. که ابو حاتم رازی رحمت الله علیه دربارش میگه مجهولون. این اصلا فردی هست که شناخته شده نیست، عدالتش برای ما محرز نیست. و همچنین عقیلی در کتاب خودش گفته لا یتابع علی حدیثه، این حتی حدیثش متابع نمیتونه قرار بگیره، نمیشه که بر روی حدیث چنین فردی در واقع ما بیایم و قبول بکنیم. اسمش کامل هست موسی ابن هلال عبدی که این روایت رو هم از نقل کرده از عبدالله عمری، این رو نقل کرده که به صورت مفصل در مورد بقیه افراد سندش و بقیه روایاتی که در این زمینه وجود دارد انشاءالله خدمت شما به صورت مفصل عرض میکنم. این روایت در واقع ضعیفی هست به خاطر موسی بن هلال که یکی از افرادی هست که در این سند هست و مجهولند. و مطلب دیگر درباره که بیننده اول فرمودند که برای زیارت قبر مجبور هستیم که سفر بکنیم. بله، برای زیارت قبر سفر کردن درست نیست. شما برای زیارت قبرستان شهر خودتون میرید، این اسمش سفر نیست. شما از یک گوشه از شمال شهر تهران برید تا جنوب شهر تهران برای زیارت قبرستان، این کسی نمیگه که شما مسافرت رفتید، سفر رفتید. این هیچ گونه اشکالی نداره. معنی روایت و این روایت و روایت دیگری که در این زمینه هستند یعنی این که شما مسافر بشید، از شهر خودتون خارج بشید. به طور مثال از تهران برید مشهد یا از مشهد برید کربلا، یک شهر دیگر، یک کشور دیگر، صرفاً برای زیارت قبور. این بحث سفر برای زیارت قبوره. اما اینکه شما در شهر خودتون به زیارت قبرستان میرید ولو اینکه فاصله خیلی زیاد باشه، شهرتون خیلی بزرگ باشه، این جزء مواردی نیست که در واقع بشه که اون حکم سفر برای زیارت قبور انجام ده. زیرا که این سفر نیست و احکام سفر مانند قصر و جمع هم بر این اطلاق نمیشه و کسی هم نمیگه که شما رفتید سفر، بلکه در داخل شهر هستید. و مورد دیگر اشاره کردید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خونهشون دفن شدن. بله، معنی حدیث این نیست که شما در خونهتون قبر درست نکنید. کسی حق نداره که در خونه خودش کسی رو دفن بکنه. معنی حدیث این نیست. معنی این حدیث این است همان گونه که در قبرستان نماز درست نیست، مردم نماز نمیخونن، شما خونهتون قبرستان نباشه. ببینید فرمودند که شما قبرستان را مسجد قرار ندید.
یعنی به جای اینکه در مسجد نماز بخونید برید سر قبرستان نماز بخونید و خونه‌تون رو قبرستان قرار ندید. یعنی اون گونه که در قبرستان کسی نماز نمیخونه و نماز خواندن جایز نیست، شما در خونه هم نماز نخونید. بلکه در روایت دیگر اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این روایت فرمودند که یک بخشی از نمازهایتون را، خصوصا نمازهای نفل رو شما در منزل بخونید. معنی این روایت این است که خونه هایتون مثل قبرستان که در اونها نماز خوانده نمی شود مثل قبرستان قرار ندید، بلکه در خونه های خودتون نمازهای نفل و سنت رو بخوانید. نماز فرض. در مورد سوره بقره لا تجعلوا بیوتکم قبورا و اقرأوا سوره البقره، ولی در روایت اومده که قرآن بخوانید که در قبرستان خواندن قرآن درست نیست، اما در خونه های خودتون سوره بقره رو بخونید. هر کسی که در خانه خودش سوره بقره رو بخونه در روایت اومده که از شر شیاطین و جن الله متعال اون رو حفاظت میکنه. جزاکم الله خیر. برادر دیگری در مورد فاتحه خوندن در قبرستان صحبت کردن، برادر کرد بودن فکر کنم. بله، در مورد فاتحه خوندن در قبرستان ببینید تمام ایصال ثواب هست. یعنی این که من این فاتحه رو که میخونم ثوابش به فلان مرده برسد. خب من میتونم برسونم؟ من از کجا بدونم که این رسیده یا نرسیده؟ یک امر کاملا 100% غیبیه، در اختیار من نیست. من نمیتونم برم دستش بدم، قبر رو باز بکنم بگیر این فاتحه است، این ثواب فاتحه که الان به تو رسیده باشه. نباید در این زمینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشند که خواندن فاتحه برای میت جایز هست یا اینکه میرسند چند مرتبه بخوانیم، کجا بخوانیم. هیچ گونه دلیلی و روایتی در این زمینه ما نداریم. ایصال ثواب برای میت یک کار عبادت هست، یک کار ثواب هست. برای رسیدن ثواب به میت راههایی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی فرمودند، مثل همین دعاهایی که عرض کردم که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین که در صحیح مسلم بود. این خودش دعا برای میت هست. رسول الله فرمودند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که آدمیزاد میمیرد اعمالش قطع میشوند مگر در 3 مورد. اعمالش قطع میشوند مگر در 3 مورد. یا این که این 3 مورد عبارت از این هستند که یک کسی علمی رو خونده و منتشر کرده در جامعه، یا اینکه صدقه جاریه‌ای رو درست کرده، او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکاری که برایش دعا بکنه. نفرمودند که ولد صالح، فرزند صالح برای پدر قرآن بخوند، ختم بگیرد. و هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم با این که حریص بودند بر طاعات و بر ایصال ثواب، برای هیچ کدام از مردگانشون، عزیزانشون که از دنیا رفتن قرآن نخوندند. نه برای حضرت خدیجه، نه برای دخترانشون، نه برای پسرانشون، نه برای عمویشون حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه، و هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام ندادند که فاتحه بخونند یا ختم بکنند برای مردگان خودشون ببخشند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم که منبع این خیر هست باید روش قرآن خوانی رو، فاتحه خوانی رو به ما یاد میدادند و ندادند و یک بار هم اینو انجام ندادند، یعنی این که کار نامشروعی هست. بعضی از علما اومدن اینو قیاس کردن بر صدقه یا بر دعا، قیاس کردن. دلیلی از این در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. گفتن همون گونه که ثواب دعا میرسد پس بنابراین ثواب قرآن هم میرسد. خب این قیاس در عبادت جایز نیست. چون این قیاسی در اون مورد فقط رسول الله منحصر کردند که او ولد صالح یدعو له، یا بقیه هم دعا بکنن، یعنی برای دیگران هم دعا بکنن. برای من یه ثابت هست مانند روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دفن یکی از اصحاب فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. یا خود همین دعای زیارت قبرستان دعا هست، هر کسی برود دعا بکند برای من یه ثوابش میرسه. رسیدن دعا ثابت هست، رسول الله آموزش دادن. با این که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه میرفتن زیارت قبرستان. روایت حضرت عایشه است هر شبی که نوبت من میبود در آخر شب رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتن در قبرستان بقیع در واقع برای زیارت، برای اونها دعا میکردن. یک بار هم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فاتحه خونده باشند. خب کسانی که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، روش و راه مسنون زیارت قبر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخص فرمودند، دعایش رو هم به ما یاد دادند. چیزی که اضافه بر این هست امر نامشروعی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که یک چیزی رو که در دین ما نیست اون اضافه بر دین بکند اون مردود هست و قابل پذیرش نیست. دو رکعت قبل از بعد از اذان در
نماز جمعه؟ نه، بعد از اذان در روز جمعه ثابت نیست نماز خوندنی نه از رسول الله و نه از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روز جمعه مستقیما وقتی که از حجره خودشون می آمدن میرفتن بر بالای منبر و بعد از آن اذان گفته میشد، یعنی در میان اذان و خطبه هیچ گونه فاصله نبوده. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی منبر بودند و اذان گفته میشد و بعد از اذان بلا فاصله بلند میشدند و به ایراد خطبه میپرداختند و خواندن دو رکعت نماز نفل یا سنت بعد از اذان جمعه و قبل از خطبه چنین چیزی ثابت نیست. در روز جمعه قبل از نماز جمعه و قبل از اذان جمعه برای شما جایز هست هر چی دلتون میخواد نماز بخوانید. خواندن نماز سنت و نفل قبل از جمعه جایز هست، منتها محدودیتی نداره. مانند نماز ظهر نیست که 2 رکعت یا 4 رکعت به عنوان سنت مؤکده تعیین شده باشد. در روز جمعه سنت مؤکده 2 رکعت یا 4 رکعتی نیست، اما اگر کسی 10 رکعت هم بخونه هیچ گونه اشکال نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در صحیح بخاری هست ترغیب فرمودند که زود به جمعه بروید و تا زمانی که امام بر روی منبر قرار میگیرند شما میتوانید که نماز بخوانید. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان و از تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که ثابت خواهیم کرد امامان شیعه وهابی بودن، همه‌تان را به پروردگار متعال میسپاریم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق.